آیا تا به حال به دنیای از لوکس و زیبایی فکر کردید که تو اون هر کدوم از کارهای روزمره شما به یه تجربه لاکچری تبدیل بشه؟ امروز با شما به دیدن 10 هتل فوق‌العاده از سرتاسر جهان خواهیم رفت که با طراحی‌های بی‌نظیر و امکانات فوق‌العاده شما رو به دنیایی از شگفتی و لذت دعوت می‌کنن. از زیبایی‌های طبیعت گرفته تا شگفتی‌های معماری. تو انتهای ویدیو می‌خوایم واسهتون به معرفی تنها هتل 7 ستاره جهان بپردازیم. پس آماده باشین برای سفری بی‌نظیر تو دنیای هتل‌های لوکس و جذاب. شماره 1 هتل پالاس توکیو. هتل پالاس یکی از هتل‌های فوق لوکس و مجلل توکیوه و با تلفیق طراحی ژاپنی و به کارگیری هنر مدرن فضای خاص و جذابی رو خلق کرده. این هتل 5 ستاره دارای 290 اتاقه که اتاق‌های این هتل با تمام دقت و تو بالاترین سطح و زیبایی دکور شدن. هتل پالاس ژاپن با 7 رستوران با منوهای متنوع با بهترین سرآشپزها از میهمانان خودش پذیرایی میکنه. همچنین تو مرکز اسپای هتل بهترین روش‌های درمانی و ماساژهای تخصصی ارائه میشه. لازمه بدونید که استخرهای هتل تو بخش قرار دارن که دور تا دور شیشه احاطه شده و میتونید علاوه بر شنا کردن از دیدن برج‌ها و آسمون خراش‌ها لذت ببرید. خب شماره 2 هتل وستین اکسلسیور روم. این هتل که یکی از زیباترین قصرهای شهر بوده، تاریخ و افسانه‌های زیادی رو تو خودش جای داده. هتل وستین اکسلسیور دکور لوکس و مبلمانی عتیقه داره. همچنین به لوسترهای کریستالی زیبا و مجلل نیز مزین شده. اتاق‌های این هتل فضای وسیع با حمام‌های مرمری دارن و خدماتی که تو این هتل ارائه میشه نیز به خوبی انتظارات میهمانان از یک هتل 5 ستاره رو برآورده میکنه. سویت‌های 2 طبقه این هتل 1100 متر بوده و با ورود به اون شما شاهد شکوه بسیار زیاد رومی خواهید بود. این هتل همچنین یک مرکز اسپای مجهز به جکوزی، باشگاه ورزشی و استخر سرپوشی داره. شماره 3 هتل پرزیدنت ویلسون. این هتل 5 ستاره با معماری مدرن و امکانات عالی و لوکس خودش اقامتی راحت و پر از آسایش رو برای شما فراهم میاره و تا ساحل 5 دقیقه بیشتر پیاده‌روی نداره. این هتل در کنار دریاچه ژنو در پارک آبی ژنو واقع شده و نمایی از کوهستان آلپ و دریاچه رو از اتاق‌ها به نمایش میذاره. از تراس آفتابگیر با صندلی‌های راحتی و پذیرایی اون گرفته تا استخر شنا تو فضای بیرون که فصلی بوده و تو زمان آب و هوای مساعد میتونید از اون استفاده بکنید. اگر به دنبال آرامش و استراحت هستید یا میخواهید خستگی یه روز کاری رو از خودتون دور بکنید، سری به حمام ترکی، جکوزی و سونا یا مرکز حمام آب گرم هتل بزنید. اتاق‌های دولوکس دابل این هتل دارای وان داخل حموم با نمایی رو به دریاچه هستند. خب شماره 4 هتل مارینا بی سندز سنگاپور. هتل 5 ستاره مارینا بی سندز سنگاپور برجی در کنار خلیج ماریناست و دارای 3 برج 55 طبقه‌ایه که امروز به نماد این شهر تبدیل شده. موقعیت قرارگیری اون دسترسی آسونی به مرکز شهر داره و تو بالای این 3 برج یک کشتی بزرگ قرار داره. این کشتی بزرگ شگفت انگیزترین بخش ساختمونه که حدود 340 متر طول داره و یه استخر بی‌پایان 150 متری رو تو خودش جای داده. به این کشتی بزرگ اسکای پارک گفته میشه. اتاق‌های هتل به سبک معاصر طراحی شدن و کف اونو کاملا فرش شده. شماره 5 هتل گراند هایات کانس مارتینز. این هتل دارای چشم انداز بی‌نظیری از دریای مدیترانه به خصوص خلیج کنه و محلی رویایی برای اقامت و لذت بردن از تماشای سواحل فرانسه است. این هتل دارای 409 اتاق و 27 سویت لاکچری با کم نظیرترین امکانات رفاهی ممکنه. قیمت هر شب اقامت این هتل شبی $25,000. خب دوستان اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین اونو لایکش بکنید. ممنون. شماره 6 هتل پالمز کازینو. این هتل کازینو یک مجموعه 1365 اتاقی تو بخش غربی لاس وگاسه و طراحی اون ترکیبی از معماری سنتی و مدرنه و متشکل از اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها، کافه‌ها و تفریحات شبانه جدید و همچنین کلکسیونی از آثار هنری با ارزش چندین میلیون دلاریه. گرونترین سویت اون به نام امپاتی سویته. تو طراحی این اتاق از نقشه‌هایی مثل پروانه و طرح خالخالی و از الماس‌های گران قیمت استفاده شده. هزینه یک شب اقامت تو این اتاق
$100,000 آمریکاست که طبق قوانین هتل حداقل اقامت تو این سویت 2 شبه و تو این اتاق بخش‌هایی برای ماساژ، حمام نمک و ورزش در نظر گرفته شده. 2 اتاق خواب بزرگ و 1 استخر خصوصی با چشم انداز لاس وگاس هم تو این اتاق قرار داره. و اما شماره 7 هتل‌های جزیره لوکالا. لوکالا یک جزیره بی‌نظیر و با دیدنی‌های متعدد و زیباست که تو شرق فیجی قرار گرفته و سالیانه میزبان تعداد زیادی گردشگره. همه هتل‌هایی که برای اقامت گردشگران تو این جزیره در نظر گرفته شدن از امکانات رفاهی تفریحی بالایی برخوردارن و محیطی آرام و بدور از شلوغی دارن. مجموعاً تو ریزورت‌های لوکالا 25 ویلای شخصی وجود داره که ویلای هیلتاپ معروف‌ترین و گران قیمت‌ترین اوناست که یک شب اقامت تو اون میتونه $55,000 آمریکا هزینه در پی داشته باشه. با اقامت تو هتل جزیره لوکالا میتونید از زمین‌های گلف، اسب‌سواری، دایوینگ، ورزش‌های آبی و تور گردشگری جنگل استفاده بکنید. شماره 8 هتل لاورز دیپ. این هتل هر تصوری که از یک اقامت لوکس دارید رو به هم زده و ایده‌ای نو و تازه رو وارد ذهن شما میکنه. این هتل یک اقامتگاه تو زیر دریا، اونم با تمام امکانات رفاهی و تفریحیه. این هتل که توی زیر دریایی قرار گرفته تو 2 مکان لنگر میندازه. یکی تو نزدیکی صخره مرجانی ساحل سینت لوسیا و دیگری در نزدیکی یک کشتی غرق شده تو دریای سرخ. این هتل متعلق به شرکت الیورز تراول و هزینه اقامت تو این هتل شب $230,000 برآورد شده. شماره 9 هتل پلازا. هتل پلازای نیویورک یک هتل 5 ستاره لوکس به سبک فرانسوی و تاریخیه. این هتل 282 اتاق داره که تو خیابان پنجم نیویورک و در نزدیکی سنترال پارک واقع شده. جالبه بدونید بخش‌هایی از فیلم‌های معروف گتسبی بزرگ و تنها در خانه 2 تو این هتل فیلم برداری شده. سویت‌های مجلل وی آی پی این هتل 3 اتاق خواب، 1 ناهارخوری مجلل و رسمی، کتابخانه، سالن ورزشی و 1 پیانوی بزرگ دارن و هر سویت آسانسور اختصاصی خودشو داره. حمام‌های مرمرین مجهز با وسیله‌های از روکش طلا، سرویس‌های مبلمان چرمی، تزیینات لوکس و سرویس خواب بسیار زیبا از امکانات اتاق‌های هتل پلازای نیویورک هستند. خب دوستان، قبل از معرفی هتل جذاب آخر میخوام این سوالو بپرسم که آرزوی شما اقامت تو کدوم یک از هتل‌های که تا به حال معرفی کردیم؟ برام کامنتش کن. و اما رسیدیم به هتل جذاب آخر. شماره 10 هتل برج العرب. این شاهکار بادبانی شکل 7 ستاره با 320 متر ارتفاع بدون شک یکی از معروفترین و مجللترین هتل‌های جهان در وسط یک جزیره مصنوعی تو دبیه. این هتل در فاصله چند قدمی از ساحل جمیرا، یکی از معروفترین سواحل کشور امارات واقع شده. مسیر ورود این هتل با یک ایست بازرسی اختصاصی فقط به میهمانان هتل اجازه ورود میدن. اغلب سویت‌های این هتل 2 طبقه هستند و سینمای اختصاصی و 1 بالکن اختصاصی با منظره پانوراما دارند. این هتل طیف گسترده‌ای از امکانات همچون جکوزی اختصاصی در اتاق‌ها، چشم‌انداز 360 درجه خلیج فارس، رستوران‌های متنوع، ساحل خصوصی، استخر و اسپا و سالن‌های ورزشی مجهز رو خودشون دارن. 9 رستوران هتل هر کدوم توسط معروف‌ترین سرآشپزهای جهان اداره میشن. سرو نوشیدنی طلایی با طلای 24 عیار یکی از موارد جذاب تو این هتله. لابی هتل برج العرب بسیار بزرگه و 1 آکواریوم منحصر به فرد و 1 آبشار باورنکردنی رو تو خودش جای داده. طلا در همه جا تو برج العرب از جمله دیوارها، آسانسورها، تزیینات مبلمان و اتاقها به وضوح به چشم میخوره. هزینه اقامت در سویت‌های لوکس این هتل از شبی $1,300 برای کوچکترین سویت‌ها آغاز میشه. برای اقامت تو سویت رویال این هتل با توجه به زمان سفر باید مبلغی بین $14,000 الی $20,000 برای هر شب هزینه بکنید.